نواحی که حساس تره از نواحی که کنترل نکنه یه سری آسیب ها توی مسیر عروق و اعصاب پا ایجاد میشه و پا در شرایطی که در استرس قرار بگیره از نواحی که حساس تره از نواحی که فشار روش هست و مقاومتش رو از دست میده، پوست نازک میشه و مرور زمان یه زخم به وجود میاد. بنابراین من توصیه‌ام به بیماران دیابتی اینه که لطفاً مواظب قند خونتون باشید، مرتب قند خونتون رو چک کنید و از مصرف مواد غذایی کربوهیدراتی پرهیز کنید و اگر که احساس کردید که نواحی از پاتون در حال ایجاد تاول یا زخم، سریعا به کلینیک زخم مراجعه بکنید که این زخم ممکنه در ظاهر یه زخم کوچیک باشه ولی ممکنه که این اون قضیه یه بحران رو داشته باشه. اگر که شواهدی از تاول یا زخم در نواحی انتهایی پاهاتون دیدید، حتما برای بررسی و معاینه به کلینیک زخم مراجعه بکنید.